سلام به همه دوستان خوبم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز قراره در مورد یکی از موضوعات جالب و چالشی صحبت کنیم. حسادت. حتما برای شما هم پیش اومده که احساس کردید کسی به شما حسادت میکنه، ولی شاید دقیقاً مطمئن نبودید. خب امروز با هم 7 نشانه رو بررسی میکنیم که اگه اینا رو تو رفتار کسی دیدید بدونید که احتمالاً حسادتش گل کرده. پس تا آخر ویدیو با من باشید و ببینید این نشونه ها چیا هستند. 1. همیشه از موفقیت هاتون ایراد میگیره. خب اولین نشانه‌ای که باید بهش توجه کنید اینه که طرف مقابل به جای تبریک گفتن و خوشحالی کردن برای موفقیت هاتون دائما دنبال بهونه و ایراد گرفتنه. مثلا وقتی شما توی کاری موفق میشید اون میگه خب شانس آوردی، یا اینکه کار سختی نبود. به جای اینکه واقعا از ته دل براتون خوشحال باشه رفتارهایی رو انجام میده که زیاد خوشایند نیست و این رفتار معمولاً از حسادت میاد. 2. خوشحالی های شما رو کوچک جلوه میده. نشونه دوم اینه که وقتی شما از چیزی که خوشحالتون کرده صحبت میکنید اون سعی میکنه که اون اتفاق رو خیلی کوچک و بی اهمیت نشون بده. مثلا میگید امروز یه کار خوب پیدا کردم، اون میگه خب کار خوب زیاده، این که مهم نیست. یا مثلا شما از یه خرید جدید خوشحالید اما اون میگه آره ولی فلان برند بهتره. 3. همیشه باهاتون رقابت میکنه. حسادت خیلی وقتها به رقابت غیر منطقی تبدیل میشه. اون شخص ممکنه همیشه بخواد خودش رو از شما بهتر نشون بده. مثلا شما یه کاری میکنید اون سریع میخواد کار بزرگتری انجام بده و به رخ شما بکشه. شاید شما یه گوشی جدید بخرید، بلافاصله میره یه گوشی گرونتر میخره تا خودش رو بالاتر نشون بده. 4. از موفقیت هاتون ناراحت میشه. یه حسود واقعی شاید نتونه توی احساساتش پنهون کاری کنه. وقتی شما موفق میشید به جای اینکه خوشحال بشه انگار ناراحت میشه و حتی ممکنه اصلاً تبریک هم نگه. شاید با خودش میگه چرا اون موفق شد و من نشدم؟ و این حس ناراحتی توی رفتارش کاملاً مشخصه. 5. همیشه پشت سرتون حرف میزنه. یکی دیگه از نشونه های حسادت اینه که اون شخص ممکنه پشت سرتون بدگویی کنه. ممکنه وقتی جلوتونه خیلی خوب رفتار کنه، ولی به محض اینکه میرید پشت سرتون شروع کنه به بدگویی و منفی حرف زدن. این رفتار هم از حسادت ناشی میشه چون نمیتونه موفقیت ها و ویژگی های خوب شما رو تحمل کنه. 6. شما رو با دیگران مقایسه میکنه. نشونه 6 اینه که اون شخص دائما شما رو با بقیه مقایسه میکنه. مثلا وقتی یه کار خوب انجام میدید به جای اینکه بهتون تبریک بگه سریع شما رو با کسی مقایسه میکنه و میگه فلانی هم این کارو کرده، بهترم بوده. این مقایسه ها همون حسادتیه که داره تو وجودش خودنمایی میکنه. 7. از مشکلات شما خوشحال میشه. آخرین و شاید واضح ترین نشونه اینه که وقتی شما به مشکلی برمیخورید اون شخص به جای همدردی و کمک انگار یه جور خوشحالی تو چهرش دیده میشه. ممکنه حتی یه جملاتی مثل دیدی گفتم یا من میدونستم این اتفاق میفته بگه. این رفتارها دقیقاً از حسادت ناشی میشه.
خب دوستان عزیزم، این بود 7 نشانه که نشون میده کسی ممکنه به شما حسادت کنه. یادتون باشه حسادت یه احساس انسانی و طبیعیه، ولی وقتی زیاد بشه و روی رفتارها تاثیر بذاره میتونه مشکل ساز بشه. اگر کسی رو میشناسید که این نشونه ها رو داره، شاید بهتره که کمی ازش فاصله بگیرید و اجازه ندید که انرژی منفیش به شما سرایت کنه. ممنون که تا آخر ویدیو با من بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید. اگر شما هم تجربه‌ای از برخورد با آدم‌های حسود داشتید حتما توی کامنت ها برام بنویسید. دوست دارم تجربیات شما رو بشنوم. ممنون که تا آخر ویدیو با من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.